خیلی تو از شخصیت خود برای ما و برای مردم تو خود چی که اینا نمایان کردی. ما هیچ وقت با پشت کسی گپم نمیزنم و خوشم ندارم. و من از کریم جان برادرم، من از پیش مقصود من خفه میشم بخاطر من هیچ وقت من براش وقتی که ما گپ میزنیم من همیشه براش یادم میاد که هیچ وقت که در سوشال میدیا که کسی خواهم مقالم نکنی و تمام در سوشال میدیا نه، بلکه در دلت هم باید نباشه که نه کدورت گپاش و نباشه. و ما اما ورزشکارا اما مردم با من برادرم از هم اگر ما دوست دارم قلبم ما دوست دارم واقعا ما اینو میرم نه که ما با مردم تعریف کنیم ما قلبم تو دیگه دوست دارم. ما برای تو بدخشی هستی یک صدا ماندم نمیدونم صدای ما شنیده نشنیده. یک پوینت مثبت تو را یاد کردم این بود که از حاشیه دور بودن. فایترهای بزرگ و بزرگی که رسیدن به این درک رسیدن که ورزشکار باید از حاشیه دور باشه، اخلاق ورزشی داشته باشه. معمولا فایترهایی که در خارج زندگی کردن، خارج تمرین میکنن، اینا این بخش در نظر گرفتن، مثل فایترهای ما که در یو اف سی فایت میکنن یا ورزشکارهای دیگه ما که ورزش‌های رسمی را پیش نمیبرن. ولی شما از داخل افغانستان با مو شرایط بزرگ شدن، زندگی کردن، چیزی که بسیار مثبت بوده، با هیچ کسی درگیر نبودن، با هیچ کسی یعنی مشکل نداشتن. اگر در دلتان هم بوده ولی در مجازی ابراز نکردن، این بسیار مثبت بود، یک چیزی که مردم به خودش جذب کرده. والا اگر پس من خودم دمی بخش می رسانه و دمی صفحه اجتماعی ورزشکارا تشویق میکنیم. مثال خود در قوم از قوم تاجیک هستم. بی‌طرف خود مرا زنگ دادیم، ما تو برام مسیج کردم، مسیج جواب دادم تا این مسابقه را گفتم. من دیگه را هیچ اصلا مسیجاش نمیدیدم تا این مسابقه را گفتم. دقیقاً خود بی‌طرف چی کردی؟ وقتی که خبرنگاری که فایت کارت تو میبره، عریف تو مشخص میشه، چیزی که مثال در این برنامه تامینی مصاحبه همه چیز از تو میگیره تا آخر یا برد یا باختی در پشت است. صحیح؟ دقیقاً. این اگر بار اول میگفت من نادیده میگرفتم. این دومی یا سومی بار است که مثال بعد از باخت مسیج چی میکنه؟ خب میگه که مثال تو نیوز میگه که بدخشی بعد از 3 راوند مثال مسابقه را باخت. ولی این که تو دیگان نکته را که مثال در حرف اضافه میکنی، یک کیان‌آمیز از یک گپ دیگه است. من نمیال صدونه اینجا و اماتان عزیز مثال یگان دو مسیج رو دو میزنه، یگان تو از مثال گپ خوبم میزنه، یگان تو از احترام میکنه، یگان تو احترام نمیکنه. من روزی مشکل ندارم. ولی تو منایش یک رسانه که کسی که مثال امروز دوستی کنه رفتی مثال دوستی کنه امروز خوب باشی، امروز خوب باشی و باشی امروز رفتار خوب داشته باشی، تحقیرش کنی. ولی کسی که مثال امروز بازم ما چند دفعه ولی کلاس مثلا امروز عظیم امروز ما وقتی که ارتباطشون کم در فاصله میگیره، ما خب باز بدی رسم نرسوندیم، کما که فاصله میگیره فکر این یک رقم روی میکنه که یعنی ما برش بدی رسونده باشیم. من کدام چیز نمیگم، کدام چیزام چی نکنم که توقع هم ندارم. من خود من حمایت میکنم. میرا بیشتاستی بیا بی گپ میزنه دایسه میره فاید مثال ما میره فاید میکنه نه عدد یوفسی میره تو این چی هست؟ اومیرو از یوفسی نمی الان دایسیه بیجام چی گفته نه بخوایم انگلیسی نه انگلیسی چی گفته نه که در بلاتور بود، از بلاتور میره دایسیه دایسیه بود، یوفسی بود، از یوفسی نورو در چی میره از بلاتور در یوفسی یا یوفسی دایسیه میره یه از المپیک برونز کشتی را داشت سال 2000 یوفسی بود، از یوفسی بود بلاتور را رئیسیه میره ایسیه دقیقاً.